با سلام و عرض ارادت به همه دوستان نهایت عزیز و گرامی. امروز هم یک ویدیو کوچیک را با شما دوستا شریک سازم که از منطقه راه مواصلاتی قریه دانبابلی و دوابی است که با این پل زیبا را بنیاد هما با خیرین منطقه ساختن. خدا متعال به هر دویشان به همه ایشان اجر بده انشالله که این پل زیبا رو ساختن و این دو تا قریه رو در رفت آمد راحت کردن. واقعا سپاسگزاری میکنم از و نمایندگی از این دو قریه، از بنیاد هما و خیرین منطقه. دستشون درد نکنه. حالا ببینید اینجا این تصویر زیبا را انشالله که ویدیو رو تا آخرش ببینیم و از همه دوستانی که این ویدیو رو میبینن ازش خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم که این بنیاد هما را حمایت کنید و این جوانایی که واقعا رضاکارانه آمدن همچین کارهایی را برای آبادی به این منطقه انجام میدن و بازم خدا را شکر که اینا با کارهایی که شفاف سازی کردن همه کار و الحمدلله بین جوانا و همه مردم الحمدلله اعتبار کسب کردن و باید ما و شما این مردم رو و این جوانا رو باید حمایت کنیم تا شاهدی شاهکاری های بعدیشون باشیم انشالله که همه ما دست این دوستا رو بگیریم تا دست ما گرفته شود. سال هم در ویدیوی قبلیم گفتیم که الحمدلله امسال آب فریمانه دیگه. خدمت شما شد امروز هم سوم سور 1403 ما آمدیم اینجا گزارش برای دوستا تهیه کنیم و این پول از بالایش از نامهای بالایش میگیرم. اینجا رو نگاه کنید چقدر جای زیباییه، واقعا جای دوستان خالی. انشالله که از دیدن این ویدیو لذت ببرین. بگذار یک کمی از طرف پایین پل هم برای شما بگیرم ببینیم که دوستای هما چقدر زحمت کشیدن اینجا. واقعا دستتون درد نکنه. هم باران شدید مبارک، ازی بیشتر به نظر نمیتونم مقاومت کنم در اینجا.
نمای پایین کوله. می‌بینیم که در فصل بهار دیگه همه درخت‌ها کوتاه کردن و شروع کردن به رویدن.